خب به نام خدا. من تو ویدئوی قبلی اشاره کردم که برای افزایش راندمان چرخه رانکین خب ما یه کارایی میتونیم بکنیم و اینا داری میتونیم در واقع کار خروجی رو افزایش بدیم، انرژی ورودی رو مثلا خیلی کمتر از اون مقداری که در کار خروجی افزایش پیدا میکنه ممکنه مثلا با اون کارهایی که انجام میدیم افزایش پیدا کنه و اینجوری میتونیم راندمان رو در واقع افزایش بدیم، چون راندمان میشه نسبت کار به انرژی ورودی و ما اگر بتونیم کار نت رو زیاد کنیم ولی انرژی ورودی با یه نسبت کمتری مثلا افزایش پیدا کنه، اینجوری ما میتونیم راندمان رو بیشتر کنیم. چند تا کار میشه انجام داد که من خیلی سریع خدمت شما اشاره میکنم و این کارها رو در واقع میشه به اصطلاح در نظر گرفت برای افزایش راندمان. خب اگر شما یادتون باشه ما چرخه‌ای که رسم کردیم این بود. حالا من یک چرخه رو فرض کنیم به صورت حالا یه نمونه استاندارد مثلا رسم میکنم. این یک چرخه‌ای هست که حالا چرخه در واقع رانکین هست برای توربین‌های بخار. اگر من بتونم بیام به هر شکلی مساحت این سطح داخل این منحنی رو زیاد کنم، یعنی دارم کار رو زیاد کنم. البته میدونیم که مساحت داخل این نمودار وقتی تی اس رو داریم رسم می‌کنیم گرما رو به ما میده، یعنی کیو یا نت رو میده، ولی خب میدونیم چون که سیک هست کیو یا نت همون دبلیو یا نت خواهد شد. لذا من دنبال اینم که یه جوری بتونم بیام این سطح رو زیاد بکنم. خب یکی از کارهایی که میتونم انجام بدم، ما گفتیم اینا یه سری خط فشار هستن، دقت کنید اینا خط فشارهای خطوط فشار ثابتن اینها. من گفتم بیام خط فشار پایین‌تر رو مثلا انتخاب بکنم. این مثلا بیام اینو انجام بدم. یه خط فشار پایین‌تر. این یه راهشه. چه اتفاقی میفته؟ ببینید اگر من بیام در واقع فشار کندانس، این دقت کنید که این فشار کندانسوره. یعنی فشاری است که مایع شما وارد کندانسور شما میشه و اینجا پمپ میشه و سیارتون و میره تو سیک به گردش در میاد. مثلا ما پس به این میگیم فشار کندانسور. اگر من بیام فشار کندانسور رو بیارم پایین‌تر مثل اینی که الان دارم اینجا رسم میکنم، اون وقت سیکل من میشه این. ببینید در یک فشار پایین‌تر من اومدم اینجا پمپ میشه، این ادامهش همینه. فرض کنیم که دمای ماکسیمم هم نمیخوام تغییر کنه، همینجا میخوام وایسه. پس لذا سیکل جدید من میشه اینی که الان دارم با قرمز رسمش میکنم. این در واقع میشه اون سیکل جدیده ما. خب دقیقاً بگید در این سیکل جدید من چیکار کردم؟ یه مقدار زیادی سطح اینو من زیاد کردم اینقدر. و اینا همون مقداری است که داره کار من افزایش پیدا میکنه. مثلا کار خیلی خیلی میتونه در واقع زیاد بشه و اینجوری میتونیم راندمان رو زیاد کنیم. خب این یه آپشن هست. آپشن دیگری که ما اینجا داریم و میتونیم عمل بکنیم، بیایم رو دمای ماکسیمم کار بکنیم. البته میدونیم که خب دیگه این از یه حدی کمتر اصلا امکان پذیر نیست، چون دیگه این فشار ما نمیتونیم وارد فشار مثلا خلا نمیتونه که دیگه بشه، یعنی فشار بالاخره یه فشاری داشته باشه. منظورم اینه که ما تا یه جایی محدودیتی داریم، دیگه تا یه جایی میتونیم فشارش رو کم بکنیم، دیگه ولی از اون کمتر امکان پذیر نیست. کار دومی که میشه کرد، دوباره من حالا اجازه بدین همون سیکل معمولیمون رو رسم بکنیم، استانداردمون رو در واقع رسم بکنیم، سیکل اولیه‌مون رو. مثلا فرض کنیم که این هست. اجازه بدید من اینو یه مقداری این طرفش رو بازتر بکشم که بشه واضح‌تر. در واقع مثلا شما فرض کنید که سیکل حالا اولیه‌تون مثلا این باشه. اگر من بیام در واقع بیام چیکار کنم؟ دمای ماکسیممم، الان دمای ماکسیمم من اینقدر دیگه، تو این سیکل قبلی اینقدر. من بیام دمای ماکسیمم هم رو بتونم زیاد بکنم، یعنی بیام روی این کار بکنم. فرض کنیم که توربینی که مثلا دارم میتونه دمای بالاتر رو تحمل بکنه، یا در واقع بیام بویلر رو بزرگتر بگیرم که بتونم گاز رو بیشتر داغ بکنم. اون وقت این خواهد شد. مثلا شما فرض کنید که در واقع من عملا فشار ماکسیمومم بره تا یه جایی مثل اینجا و بعد اون وقت این رو من بیارم وارد خدمت شما عرض کنم که کندانسور بکنم. حالا البته اینجا من انقدر دیگه گرمش کردم که این چیزی که داره میاد تو تقریبا بخار اشباع هست. تقریبا دیگه بخار اشباع هست و مخلوط نیست، مخلوط اشباع نیست. حتی میتونم از اینم بیشتر گرم کرده باشم که این بخار سوپرهیت حتی بیاد بیرون از توربین. ولی خب اونم منطقی نیست، چون هنوز اون بخار میتونسته واسه ما کار کنه. حالا در این حال میخوام بگم که اگه ما دما رو زیاد بکنیم، اینجا ببینید من این مقدار به سطح دوباره اضافه کردم، یعنی این مقدار دوباره کاری که دارم دریافت میکنم بیشتر شده. البته دقت داشته باشین که من دارم، درسته که دارم کار رو زیاد میکنم،
گرمای ورودی هم داره یه مقدار بیشتر میشه، چون قبلا گرمای ورودی کجا بود؟ این بود، H این نقطه منهای این نقطه، یعنی 3 من اینجا بود، الان H این نقطه منهای این میشه، یعنی در واقع من به این اندازه گرمای ورودی من بیشتر شده، ولی کارم به یه مقدار بیشتری در واقع زیاد شده، یعنی با یه ریت و با یه نرخ بیشتری در واقع کار من زیاد شده. پس از نسبت اینها که راندمان باشه، راندمان شما داره زیاد میشه. یه کار سومی هم میشه اینجا کرد و اون اینه که من بیام و اجازه بدید این رو هم دوباره توی نمودار جدا بیایم رسم میکنیم. و اون کار سوم اینه که من دوباره بیام و این دفعه فشار ماکسیمومم رو زیاد بکنم. ببینید حالا من دوباره اون سیکل معمولیه رو اگه رسمش بکنیم، اول این رو داریم، این اون سیکل حالا استانداردی هست که داریم. اگه من بیام رو فشارهای بالاتر کار کنم، یعنی بیام رو این فشار مثلا، حالا خوب بود این رو من تا یه دمای بیشتری میرفتم تا اینجا مثلا. خب حالا این سیکل استاندارد است. من اومدم چیکار کردم؟ فشار بیشتر کردم. یعنی چی؟ یعنی اینو بردم بالاتر، اینجا و اینجا. حالا دو تا نکته اینجا مطرحه. من فرض کنیم که این دمای ماکسیموم هم دیگه نمیخوام بره از این بیشتر بشه، یعنی دمای ماکسیموم هم میخوام اینجا بمونه. خب پس من باید همینجا بیام دیگه شروع کنم به سرد کردن، یعنی سیکل شماره در واقع حالا سیکل شماره 2 هم، یعنی عملا سیکل رو مودیفای شده هم با فشار بالاتر میشه این چیزی که الان به عنوان قرمز رسم کردم. بخواید اینجا ما وقتی یه ذره نکته توش هست، یعنی یه ذره بحث داره. ما اینجا عملا سطح مقطع رو شاید خیلی هم زیادش نکرده باشیم. چرا؟ چون ببینید ما درسته که به این اندازه اینجا ما سطح رو زیاد کردیم، ولی اینقدر سطح رو کم کردیم چون قبلا اینو داشتیم الان دیگه نداریمش. این یه نکته. یه نکته دوم اینه که چیزی که داره از توربین خارج میشه قبلا این بود، مخلوط اشباع بود، ولی خب به سمت بخار اشباع خیلی نزدیک بود. الان مخلوط اشباعه ولی یکم اومده این ورتر. اینم دقت بکنید چیز خوبی نیست. ببینید ما نمیخوایم خروجی توربینمون خیلی آب توش باشه. حالا یه مقدار کم اگه بخارات آب یعنی قطرات آب درش باشه قابل تحمل برای پره‌های توربین، ولی اگه ما خیلی زیاد دیگه تو آب توش تولید شده باشه و قطرات آب خیلی خیلی زیاد باشه، این قطرات اون وقت ضربه‌های محکمی که به پره‌های توربین زده میشه توسط این قطرات، اینا میتونن در واقع آسیب بزنن به پره‌های توربین. برای همون خاطر ما دیگه اینم برامون چیزی جالبی نیستش که ما خیلی بیایم روی این سمت مایع اشباع، یعنی ایکس و کیفیت رو نمیخوام خیلی هم کم بکنیم. البته اینجا وقت ما یه گزینه داریم که حالا من همینجا گزینه‌شو بگم چون بد نیست، برای اینکه داریم اشاره می‌کنیم همینجا گفته باشیم. و اون اینه که من بیام این کاری که کردم، فشار رو ببرم بالا، خب منتها بیام از یک چیزی به اسم ریهیت، یادتونه توی ما توربین گازی هم اینو داشتیم، بیام نبرم این رو مستقیما منبسطش بکنم داخل یه دونه توربین، بلکه بیام چیکار کنم تا یه فشاری مثلا تا اینجا من اینو منبسط بکنم، بعد این ببرمش دوباره ریهیتش بکنم، یعنی عملا ببرمش تو بویلر دوباره و گرمش بکنم و این رو بیارم دوباره پایین، یعنی اینو ببرم تو بویلر تو توربین شماره 2. به این کار میگیم ریهیت کردن. من اگه بیام پس شماتیکش رو بخوام به شما نشون بدم اینجوریه. خب شما یه پمپی داشتین، تو این پمپ فشار رو بالا می‌بردین و مخلوط شما میرفت داخل یه جایی به اسم بویلر به این ترتیب و از بویلر خارج میشد و میرفت توی توربین. من اومدم چیکار کنم الان با این کاری که دارم میکنم؟ اینی که داره وارد توربین میشه رو میام یه توربین اولیه اینجا میذارم، به این میگم در واقع توربین 1. این یه توربین شماره 1 من هست. خب بخارم رو تا اینجا منبسطش میکنم تا یه فشار خاصی، ولی هنوز به فشار کندانسور نرسیدم. یه فشار این وسطا هستم، یعنی بین فشار بویلر و فشار کندانسور یه جایی اون وسطا تا اینجا، و دوباره بعد اینو میبرمش کجا؟ اینو دوباره میبرمش توی بویلر. پس دوباره گرمش میکنم به همون دمایی که قبلا داشت میرسونمش و اینو میبرمش توی توربین دیگری، حالا به این میگیم توربین شماره 2. من اینو دوباره وارد توربین شماره 2 میکنم
پس من اینو دوباره وارد توربین دفعه شماره 2 میکنم و تو توربین شماره 2 دوباره به من کار میده. چقدر؟ تو توربین شماره 1 چقدر به من کار میداد؟ اینقدر، از اینجا تا اینجا. اینجا توربینه دیگه، دقت میکنید؟ بویلرش کدومه؟ بویلر دو بار داریم، یه دونه اینو داریم، یه دونه اینو داریم. این کجاست؟ این اینجاست که دوباره وارد بویلرش کردیم. توربین شماره 1 اینه، توربین شماره 2 چیه؟ این هستش. توجه کنید، یعنی پس ما دو تا توربین داریم. خب از توربین شماره 2 اون وقت دیگه میاد میره تو کندانسور. یعنی پس ما از توربین شماره 2 دیگه بقیه سیکل این همون قبلیه. پس ما یک کندانسور اینجا داریم و برمیگرده به پمپ. خب این خود سازوکارش پیچیده‌تر میشه دیگه. برخلاف ما دو تا توربین باید بذاریم، یه ذره پرهزینه‌تره، لوله‌هایی که لوله کشی‌های بیشتری میخواد، چون دوباره باید این بخار رو برگردونش بره تو بویلر که دوباره گرما بگیره. ولی خب داره می‌بینید که خب کار خیلی بیشتری به ما میده و راندمان ما رو در واقع دوباره میبره بالاتر. ما اولا به این سیستم پس میگیم سیستم ریهیت، یعنی دوباره گرم کردن. و اگه من بخوام نامگذاری بکنم و شماره شماره گذاری بکنم، این میشه شماره 1، این میشه شماره 2. وقتی میاد میره تو توربینش اولمون این میشه شماره 3، از اینجا که میاد بیرون شماره 4 میشه. کار بخشی از کارش رو از دست، یعنی انرژیش از دست داده، کار تولید شده، میشه شماره 4. دوباره اینجا انرژی میگیره، اینجا میشه شماره 5 و بعد میاد میره تو توربین شماره 2 همون 5 هست تا اینجا و ازش که میاد بیرون میشه 6. از کندانسور هم که میاد بیرون دوباره میره همون شماره 1. لذا اگه من بخوام اینجا رو این شکل هم نشون بدم، ببینید این شماره 1 ماست، 2 میره تو بویلر و از بویلر میاد بیرون شماره 3، میاد تو توربین شماره 1 اینجا میشه نقطه 4، میره دوباره تو بویلر میشه نقطه 5، از بویلر از توربین شماره 2 میاد بیرون، اینم میشه نقطه 6. ما عملا اینجا پس 6 تا نقطه داریم و این دفعه دوباره باید به این موضوع دقت بکنیم که راندمانمون همونه، یعنی W نت به روی کیوی این. منتها باید به این نکته خوب دقت کنید. این دفعه دیگه شما W نتتون فقط یه دونه توربین و یه دونه پمپ نیست، بلکه دو تا توربینه. پس در واقع W نت شما چی میشه؟ میشه مساوی با W توربین 1 به علاوه W توربین 2 منهای W پمپ. هر دو تا توربین رو باید کاراشون رو با هم دیگه جمع کنیم. کیوی این چی میشه؟ دیگه کیوی این هم یه بار نیست، بلکه دو باره. یه بارش این قسمت 2 به 3، یه بارم از 4 به 5. ببینید ما 4 به 5 هم اینم بویلره. درست شد؟ پس ما برای کیوی این دو تا باز دوباره کیوی این داریم. میشه یه بار. پس ما بگیم که از 2 به 3 یه بارم از 4 به 5. حالا 2 به 3 خودش چقدره؟ کیوی اینش من یه دفعه دیگه میخوام مقدار H بر اساس H بنویسمش. از 2 به 3 چقدر ما گرما دادیم؟ رابطه‌اش رو توی اسلاید توی ویدیوی قبلی بهتون گفتم. میشه H3 منهای H2. یعنی تغییرات در واقع چیه؟ تغییرات آنتالپیمون. H3 منهای H2. به 5 به 4 چه جوری دادیم؟ چقدر انرژی دادیم از 5 به 4؟ خب مشخصه. دوباره میشه H5 منهای کجا؟ H4. پس یعنی در واقع میشه به علاوه H5 منهای H4. یعنی ما این دوبار رو گرما دادیم و نه فقط یه دونه گرما. پس ما اولا دو تا کیوی این داریم، هر دوی اینها باید دعوا بشه. W هم همینطور. اجازه من اونم پایین پس دوباره بر اساس H ها بخوام بنویسمش. برای توربین اول چی میشه؟ W H ورودی منهای گفتیم H خروجی، پس میشه H3 منهای 4 به علاوه برای توربین شماره 2 چی؟ ورودیش 5 H5 خروجیش H6، پس میشه به علاوه H5 منهای H6. برای پمپ چی؟ منهای برای پمپ که میشه H2 منهای H1 دیگه. پمپمون یه دونه است و H2 منهای همون H1. نگاه کنید پس من دوباره الان اگه این W و Q رو داشته باشم میتونم راندمان رو به این ترتیب به دست بیارم. و مثلا اگه فرض کنیم بخوام با راندمان همون سیکل اولیه، یعنی این مشکی اولیه مثلا مقایسه کنم با این سیکل، میتونم مقایسه بکنم، راندماناشون رو حساب بکنم، ببینم تو مثلا دومی چقدر بیشتر شده و به چه ترتیبی شده. پس در اصل ما اینجا چند تا H میخوایم؟ H1 2 3 4 5 6 هر 6 تا نقطه رو ما باید H'اشون رو داشته باشیم تا بتونیم هم W ها رو به دست بیاریم و هم Q این رو به دست بیاریم. من خیلی سریع هم فقط راجع به H هاش صحبت بکنم. ببینید به این صورته، اونم خیلی ساده میتونیم عمل بکنیم، از جدول میتونیم همه رو به دست بیاریم به این شکل. برای 1 و 2 که مثل قبله
نقطه یک اون همون مخلوط مایع اشباع عضو مایع اشباع جدول داره. ببینیم تو جدول فورا اچ رو میخونیم HF 2 رو همون فرمول است، یعنی V دلتا پی V1 در واقع در P2 P1 چون ما فشار نقطه یعنی فشار توربین اصطلاحا ما به توربین یک توربین های پرشر هم میگیم، یعنی توربین فشار بالا. دقت کنید چرا ببینید ما میگیم های پرشر لو پرشر. چرا میگیم اولی های پرشر؟ ببینید چون فشار اولی از دومی بیشتره. یعنی آقا 2-3 یه خط فشار بالاتری از 4-5. لذا تو اون چیزی که وارد توربین اول میشه نقطه 3 که فشارش از نقطه 5 که وارد توربین 2 میشه فشارش بیشتر. لذا به خاطر همون به توربین شماره 1 میگیم توربین فشار بالا، چون سیاری که داره میاد توش فشارش از سیاری که میاد توی دومیه بالاتر. دماهای یکسان دارن. دقت بکنید هر دوشون یه دونه دما دارن. الان این محور اگه دما بگیم ایناست، هر دوی اینها دماهاشون یه چیزه، ولی فشار این یکی فشار نقطه 3 از فشار نقطه 5 بیشتر. برای همون بهش میگیم توربین فشار بالا و فشار پایین. خب پس ما اینجا داریم داشتم عرض می‌کردم که نقطه 2-3 فشار نقطه 3 رو مثلا ما می‌دونیم چنده یا فشار 2 رو می‌دونیم، اون رو مثلا به ما میده. ضمن دمای نقطه 3 رو هم مثلا در واقع داریم. پس ما وقتی فشار نقطه 2 رو داشته باشیم از همون رابطه‌ای که گفتم V دلتا پی می‌تونیم H2 رو هم به دست بیاریم. برای H3 در واقع برای پس H3 دو تا مشخصش رو گفتیم داریم، یعنی فشار و همچنین خدمت شما هستم که دماش رو میتونیم بریم از جدول سوپرهیت به احتمال زیاد باز عرض کردم سوپرهیته، ولی خب بالاخره شما باید چک بکنیم سوپرهیت هست و میتونیم از جدول بریم در واقع اطلاعاتش رو به دست بیاریم. برای نقطه 4 همونجوری که برای 4 توی قبلیه تو توربین معمولیه و ساده گفتم به همون شکله. دو تا مشخصه داشت می‌خوایم چیا رو داریم. فشارش که فشار همین 5 یعنی فشار توربین دومی است، فشار لو پرشر توربین، فشار در واقع 5 و 4 و 5 فشاراشون برابره. می‌کنید 4 و 5 یعنی قبل از بویلر و بعد از بویلر فشارها که فرق نمی‌کنه برابر. ما که فشار توربین لو پرشر رو داریم یعنی 5 رو داریم، پس ما عملاً این رو هم فشارش رو داریم. یه مشخصه دیگه هم می‌خوایم چی داریم؟ اسش رو، چون اسش هم با اس 3 برابره دیگه. پس ما اس نقطه به اصطلاح 4 رو هم اینجوری میتونیم داشته باشیم. برای نقطه 5 عضو اسش رو داریم، پس میتونیم اچش رو هم بریم از اول بخونیم، یعنی با اسش و با فشارش دو تا مشخصش رو داریم میریم اچش رو میخونیم. نقطه 5 دوباره دو تا مشخصش رو داریم، فشارش که میدونیم چنده، دماش هم با دمای 3 برابره، پس فشار و دماش رو دوباره داریم و میتونیم بریم تو جدول و اچ 5 رو هم بخونیم. و بعد نقطه 6 دوباره این نقطه 4 فرق نمی‌کنه، فشارش رو داریم چون فشار کندانسور رو داریم، اسش هم با اس 5 برابره. دوباره دو تا مشخصه عملاً باز هست و می‌دونیم چندن و میریم تو جدول و عرض کنم خدمتتون که اچ 6 رو هم حالا یا مستقیم می‌خونیم اگر که بخار اشباع باشه یا بخار سوپری، اگر هم این وسط قرار داشته باشه یعنی مخلوط اشباع باشه که خب باید محاسبه بکنیم، بالاخره محاسبه می‌شود. لذا ما این 6 تا اش رو دوباره همه رو داریم و میتونیم راندمان رو به این ترتیب به دست بیاریم. یک فقط در واقع حالا کار دیگری هم که میشه انجام داد برای بهبود راندمان در واقع ریجنریشن هست که حالا من اون رو هم براتون توی ویدئوی بعدی خدمتتون توضیح میدم. موفق باشید.